و من و اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. جا داره که تبریک عرض بکنم این پیوند بسیار مبارک و فرخنده و میمون، پیوند خدایی، پیوند ازدواج، خدمت دو بانی اصلی این برنامه خوب، شاداماد و عروس خانم، و از خداوند براشون دعای برکت، صفا، صمیمیت در همه امور و شؤون زندگی تقاضامندیم. دعایی که برادرمون آقای بهور دعا کردن در حقیقت دعای پیامبر صلی الله علیه وسلم: بارک لکما و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر. و بهشون تبریک میگم خاطر این برنامه خوب. یک تبریک برای ازدواج، یک تبریک برای برگزار کردن جشن عروسی سالم و خوب که تناسب داشته باشه با هدف ازدواج. هدف از ازدواج خوشنودی خداوند هست و همچنین حفظ عفت و پاکدامنی و شرم و حیا و همچنین تولید نسل سالم، صالح و مصلح. طبیعیه که خوشنودی خدا تا آخر عمر همراه اینها باشه و عفت و پاکدامنی از ابتدای نگاه به همدیگه نگاه شهوانی نبوده، نگاه غیر عفت نبوده، بلکه از ابتدای انتخاب همدیگه تا خواستگاری، تا مراسم عقد، تا مراسم عروسی، این عفت و شرم و حیا و پاکدامنی تو کل برنامه ها جریان و سریان داشته باشه. و اینطوری نباشه که تو مجلس عقد نام و یاد خدا مطرح بشه، تقوا وجود داشته باشه و سلامت وجود داشته باشه، اما تو جشن اون برنامه عقد بی عفتی و بی حیایی و ناپاکی و پلشتی باشه. خیلی وقتا جامعه ما دچار تناقض میشه. مراسم عقد مراسم سالم هست، میرن تو دفتر با حضور یک عالم نام خدا برده میشه، استغفار میکنه داماد و با حضور ولی و شهود صلوات میفرسته، دختر حرامو بر خودش حلال میکنه با نام خدا، اما شب همون روز عقدش مراسم عقد میگیره. اونجا دیگه خبر از خدا و ایمان و علما و شخصیت ها و شرم و حیا دیگه وجود نداره. ظاهرا نام خدا فقط تا همون جلسه عقد لازم بود، خدا رو فقط تا عقد لازم داشت. بعد از عقد دیگه تو مراسم نباید خدا باشه، به خاطری که مانع شادی میشه. کی خدا مانع شادی شده؟ اینم شادیه. شادی با گناه که ما نمیخوایم، شادی با معصیت که ما نمیخوایم. تو مراسم عقدش قرآن بذارن، تو جشن عقدش و جشن عروسی شراب بخورن. خیلی حرفه. این تناقض تو اخلاقه، تناقض تو رفتاره. سر سفره عقدش قرآن تلاوت بشه، نام خدا برده بشه، تو جشن عروسیش خواننده های چشمچران و سکران و مست و جوانا مشروب بخورن. و چند شب پیش اطراف سیریک بودیم، مراسم عروسی خیلی عروسی عالی سالم بود. مراسم شروع بود، تقریبا یه نیم ساعتی یک ساعتی از مراسم سپری شده بود که بچه های کوچک اناشید
ایمانی و قرآنی میخوندن. یک دفعه نم نم بارندگی شروع شد. کم کم جمعیت هم خیلی بود، هم برادرها هم خواهرها نشسته بودن تو محوطه باز. کم کم بارندگی شروع شد و بارندگی کم کم افزایش پیدا کرد، تندتر شد. بالاخره چه؟ این باران رحمت مردم از جا بلند کرد، پراکنده شدن، رفتن تو خونه. خیلی برام جالب بود. در اول سال نو خورشیدی، جشن عروسی، بارندگی که بوی رحمت ازش می آمد. ولی خب جمع دیگه چون بارندگی کم کم زیادتر شد، پراکنده شدن، رفتن تو خونه برای شام خوردن. من اونجا یه جمله به ذهنم رسید که تبریک گفتم به صاحب عروسی. گفتم ما خیلی خوشحالیم و تبریک به شما میگیم که عروسی شما مردم با باران رحمت پراکنده شدن. تو عروسیتون بارندگی داره میشه و وقتی بارندگی میشه یکی از اوقاتی است که دعا اجابت میشه. یکی از اوقاتی که دعای مسلمان اجابت میشه وقتی که باران رحمت داره میاد، چون باران رحمته تا زمانی که تبدیل به عذاب نشده. شکر خدا بکن که باران رحمت عروسی تو رو پراکنده کرد، مردم بلند شدن. شکر خدا بکن که 4 تا لات بی سر و بی پا، بی تقوا، مشروب نخوردن بیان مردم رو پراکنده بکنن با چاقو و خنجر و مکدبر. باران رحمت آمد، همه سر باران بودن، نیم ساعت 1 ساعت طاقت کردن، بلند نشدن. ولی خب کم کم باران دیگه خیسشون میکرد، سرما میخوردن، بازم بلند نمیشدن. دیگه گفتیم بسه، بلند بشید برید داخل. دوباره 1 ساعت بعد شام خوردن، دوباره برگشتن. همون جمعیت برگشتن، مراسم ادامه پیدا کرد. ولی خیلی از عروسی های مردم 4 تا لات مشروب میخورن میان عروسی رو به هم میزنن. از خود عقد کردن یک ارزش، مراسم عقد یک ارزش، مراسم عروسی یک ارزش، همش باید نام خدا و تقوا. یعنی شما اگر که تو عقدتون اسم خدا برده نشه، شروط عقد رعایت نشه، صیغه عقد خونده نشه، شاهد و ولی نباشن، اون دختر برای تو حلال نمیشه، اون پسرم برای اون دختر حلال نمیشه. تقوا و خدا ترسی که فقط تو مسجد و تو مکه نیست. خیلی از مسلمان ها وقتی عمره میخوان برن یا حج، لباس فرشتگونی میپوشن. خیلی از زنهای مسلمان لباس سفید مثل یک فرشته میشن، مقنعه دارن، یه چادر سفید هم روش پوشیدن، آستیناشون بلند. میگه زن مسلمان لباس حجش با لباس عروسیش باید فرق بکنه؟ هیچ فرقی نداره. زن مسلمان لباس عروسیش و لباس حجش و اگه لباس بلند رنگی هم باشه، ساده باشه، میتونید با هان لباس هم برید حج، اگه حجابت کامله. ما برای زن مسلمان لباس خاصی نداریم برای حجش. لباس حجاب زن مسلمان همون لباس همیشگیشه، چون لباس حجاب ستره. خب پس من تبریک میگم به نور چشممون محمد صالح و همچنین همسر محترمی ایشان. انشالله که زندگی خوبی داشته باشن، خوشنودی و رضایتمندی خدا نصیبشون بشه، عفت و پاک دامنیشون حفظ بشه، خداوند فرزندان سالم در جسمشون و صالح در اخلاقشون
و مصلح در تعاملشون با جامعه، برای جامعه خدا نصیبشون بکنه. خدا فرزندان ما و شما همه هدایت بکنه، همه ما و شما و فرزندانمون و دوستانمون در همه امور و شؤون زندگی رو سپید و سربلند باشیم، سعادتمند و خاتمه به خیر باشیم. فراموش نکنیم عزیزان، تا چند روز پیش سیل فقط تو استان گلستان بود، شهر گنبد، گومیشان، آقالا، سیمینشهر، بندر ترکمن. ولی امروز قبل از اینکه من بیام اینجا تقریباً 25 استان کشور رو بارندگی شدید و سیل و آب گرفتگی در بر گرفته. امروز دیگه تنها گلستان نیست، امروز مازندران، استان فارس، لرستان، خوزستان، حتی هرمزگان. بالاخره احتیاط بکنید، تو روزهای آینده مواظب باشید تو جاده ها و تو اماکنی که احتمال آب گرفتگی داشته باشه خودتون، بچه هاتون اونجاها نرید. در خود شیراز تا الان فقط تو دروازه قرآن بیش از 200 تا ماشین سیل برد. بعضی ماشینا مسافران ناروزی که اتراق کرده بودن یا تو ماشین بودن با ماشین، بالاخره فیلم که نشون میداد خیلی فیلم تکان دهنده‌ای بود. بالای 200 ماشین فقط تو دروازه قرآن رو آب بود میرفت و همه، بعضی زیر گل میرفت، بعضی مسافر توش بود، بعضی اینا هموطنای ما هستن. یعنی حتی همین مراسم سالم و ساده هم باید درش رعایت بکنیم. ولی متاسفانه بعضی موقع طرف همسایش فوت میکنه تو همین شهر کوچک، من نمیگم تو تلسیات، تو جای دیگه، همسایش عصر فوت کرده، همسایش، ولی شب بعد از نماز عشا ساز داره میزنه. همسایه دیوار به دیوار فکر میکنه که مصیبت فقط برای این همسایشه، برای خودش نیست. اصلا روابط انسانی واقعا دچار مشکل شده. حرمت ها، عاطفه ها، انسانیت. میگم عصری همسایش دفن شده، شب تا دم صبح دارن میکوبن، یا باندهای خیلی قوی گذاشتن تو خونه همسایه. با مصیبت دیگران شاد شدن، با غم دیگران تو شادی و پایکوبی بکنید، خیلی خطرناکه. این مراسم که همش اسم قرآن، اسم خدا و اناشید اسلامی و بازم باید رعایت بکنیم. دعا برای اونها هم داریم میکنیم، خدا بهشون صبر بده، خدا مصیبت رو ازشون دور بکنه، از کشورمون، از کل عالم اسلامی و حسانی. خدا این سیل رو از مناطق کشور دور بکنه. بارانی که تو 24 ساعت گذشته یا تو 24 ساعت در یک روز یا 2 روز در استان گلستان آمده، 65% باران یک سالشون بوده، تو 2 روز آمده. یعنی این باران 65% بارانی که تو 1 سال آمده تو 2 روز آمده. با مصیبت دیگران شاد نباشیم، با غم اندوه دیگران شاد نباشیم. احساس همدردی بکنیم، دعا بکنیم، استغفار بکنیم. از خداوند طلب صبر برای اونها داشته باشیم. انجمنهای خیریه، انسانهای مطمئنی که میشناسید، دوستانی که اونجا دارید تو مناطق سیل زده، مبالغ رو جمع بکنید براشون بفرستید. مواد غذایی، پتومتو، اینا لازم نیست. دردسرهای زیادی داره رسیدنش، مسائلش. بهترین چیز پوله و انسانهای امین.
انجمن‌های خیریه اهل سنت هم بندرعباس، هم سرود، هم تو منطقه، هم بستک، هم عوض، هم جاهای دیگه همه دارن جمع‌آوری میکنن. شماره حساب انجمن خیریه هم هست، سرود تو فضای مجازی هست، 50,000 تومان، 100,000 تومان، 10,000 تومان، 5,000 تومان، 500,000 تومان، هرچی به حساب بریزید اونجا به دست انسان‌های امین خواهد رسید و گوشی از مشکلات برادر و خواهرتون رو حل میکنه. مجددا براتون آرزوی موفقیت دارم. این خانواده و همه اهل تلسیا برای من عزیزن، این دوستای واقعا دوست داشتنی که ما خاطره های خیلی خوب و زیبا ازشون داریم و به این جورای همه به ما وصلن، قوم و خویشن. خصوصا خانواده این پسر عزیزمون، هم پدرشون هم مادرشون هر دوتا مسئولیت پذیر هستن، عضو فعال تو جامعه هستن. سالهای ساله که یه نفر در ذات خودش خوبه، نماز میخونه، روزه میگیره، قرآن تلاوت میکنه، این در ذات خودش برای خودش خوبه، ولی یه نفر در کنار این خوبی های شخصی و فردی مسئولیت جامعه رو به دوش میکشه. این خانواده در کنار مسائل شخصیشون و عبادت‌های شخصیشون مسئولیت پیشرفت و توسعه جامعه هم به دوش دارن میکشن در کنار دیگر عزیزان و سروران. خداوند که اجر و پاداششون رو اونطوری که شایسته اونها هست انشالله کم برابر در دنیا قبل از آخرت بهشون پرداخت بشه و ثمره این تلاششون این فرزندان صالح و خوب هست. و به همین منظور با وجودی که من یک جلسه هم دارم، زنگ زدن منتظر من هستن، ولی گفتم حتما یک نیم ساعتی جهت عرض تبریک و سلام به برادرها و خواهرامون داشته باشم و رد بشم. التماس دعای خیر از همتون دارم. موفق و مؤید و سربلند باشید. از گروه سماکم تشکر میکنم که الحمدلله همه جا تو شادی سالم مردم و شادی ایمانی مردم، یعنی تو جشن عروسیشون شرکت میکنن و اون جشنشون رو ایمانی شاد و ایمانی و ارزشی برگزار میکنن. خداوند بهشون جزای خیر بده، توفیق بده که بتونن مشارکت های بیشتری در این راستا داشته باشن. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. موفق و مؤید و سربلند باشید.